اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این سومین شبی است که من افتخار دارم در این ویژه برنامه یاد خدا که به مناسبت این ایام پرنور و پرخیر و برکت، یعنی دهه امامت و ولایت، داره تقدیم شما میشه، در خدمتتون باشم و در خدمت استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی نژاد که توی این نوبت هم قدم به چشم من گذاشتن. سلام علیکم. خیلی متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله. مخلص. خیلی متشکرم از شما. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که این دهه مبارکه بر همه شما بیش از پیش مبارک باشه و انشالله که بحثمون یه بحث مفیدی به حال خودمون و بینندگان عزیز باشه. انشالله حتما همینطور هست. چرا؟ چون مأخذ و منبع بحثمون نهج البلاغه است، اخو القرآنه. درسته؟ دقیقاً همین. یاد یه جمله افتادم از جرداق مسیحی لبنانی. بله. میگه که نهج البلاغه قرآنی است که از مقام خود اندکی فرود آمده است. تعبیر عجیبیه. بله. و شما دارین از نهج البلاغه، از حکمت 82 نهج البلاغه استفاده میکنین تا تکلیف ما که ان شاء الله جزو شیعیان امیرالمومنین هستیم و روشن کنید، ببینیم که انتظارات امیرالمومنین از ما چی هست. فرمودید به 5 چیز توصیه کردن در این حکمت. اولیش این بود که اون جمله هم عجیب بود، دوست دارم همیشه یه تلنگری بزنید که هر جوری هست، از هر طریقی، حتی شده سوار بر شترهای بیابانگرد و طی مسافت‌های طولانی، خودتون رو به این 5 تا برسونید. به نظر من یکی از وجوهش اینه که این 5 چیز مهمه، حواستون جمع کنید. یکیش هم اینه که خیلی راحت هم نیست به دست آوردنش. آفرین. نه شاید بعضی وقت من دقت نکرده بودم، اینم یه نکته‌ایه. بله. چرا باید این مثال رو بزنن؟ بله. به نظرم یه ذره شاید سخت باشه، به کلام شاید راحت باشه. اینجوری نیست. وقتی تو میگی اولین مورد فرمودید امیدت فقط به خدا باشه، بله در لفظ شاید راحت باشه، در عمل خیلی کار سختیه. بله. شاید اینم یه نکته باشه. نکته دوم هم فرمودید که از هیچ چیزی نترس. فرمودن از هیچ چیزی نترس. بله. الا گناه. از گناه بترس. بفرمایید. خیلی متشکرم. مقدمه خیلی مفیدی بود. محبت. بله. دومین نصیحتی که حضرت امیر همونطوری که شما اشاره کردید فرمودن میارزه سوار بر شتران صحراگرد بشید، راههای طولانی رو طی کنید و به این گوهرها برسید. دومین گوهر این بود: لا یخافن احد الا ذنبه. از هیچ چیزی تو این عالم نترسید جز از گناه. هیچ چیزی تو این عالم ترس نداره. هر بلایی عرض کردیم بر سر شما نازل بشه محدوده. خود امیرالمومنین حقیقتا مصداق اظهر و اتم این مسئله است. همونطوری که شما اشاره کردید، امیرالمومنین از هیچ چیزی در این عالم نمیترسید. واقعا از هیچ چیزی نمیترسید. یعنی حوادثی که شما استحضار دارید در صدر اسلام اتفاق افتاد، حوادثی که بدن پهلوانان رو میلرزوند. بله. اما خم به ابروی امیرالمومنین نمی آورد. آب تو دل امیرالمومنین تکون نمیخورد. چون امیرالمومنین دریادل بود. جناب آقای قوامی، شما اگه توی کاسه آب 2 تا سنگریزه بندازید متلاطم میشه. توی حوض آب 2 تا میوه بندازید متلاطم میشه. همینطور. توی برکه آب 2 تا چوب بندازید متلاطم میشه. اما تو اقیانوس ها بزرگترین کشتی ها میافتن، خم به ابروی اقیانوس نمیاد. نه اون بزرگترین کشتی ها ممکنه پودر بشن. بله. ولی خود دریا و اقیانوس چه اتفاقی؟ اینه که سعدی میگه که دریای فراوان نشود تیره به سنگ، عارف که برنجد تنکاب است هنوز. آفرین. انسان های دریادل به این راحتی متلاطم نمیشن، به این راحتی تکون نمیخورن. شما مستحضرید یکی از سخت‌ترین جنگ ها در تاریخ اسلام جنگ جمله. امیرالمومنین علیه السلام قبل از جنگ جمل پرچم رو دادن دست محمد ابن حنفیه فرزندشون و گفتن محمد تا اونها جنگ رو شروع نکردن شما جنگ رو شروع نکنید. تا اونها جنگ رو آغاز نکردن جنگ رو آغاز نمی کنید. خود حضرت رفتن سوار یه استر شدن، سوار یه قاطر شدن. تو امالی صدوق داره جناب آقای قوامی
میگه یک شخصی اومد خدمت امیرالمومنین گفت آقا جان همه این 30,000 نفر اومدن شما رو بکشن. بله. این 30,000 نفر جنگجو، پهلوان، شمشیر به دست، شکنجهگر، هر کدوم یلیان برای خودشون، هر کدوم یلیان، همه اومدن شما رو بکشن. قطعا شما تو این جنگ نباید سوار استر بشید، سوار قاطر بشید، شما باید یک اسب تیز تنومند برو داشته باشید. سوار استر شدید. امیرالمومنین یه جمله ای داره آقای قوایی مست میکنه انسان رو. حضرت میفرماید انا لا افر ممن کر ولا اکر علی من فر. ای جانم، شما نگاه کنید فصاحت و این بلاغت و این شجاعت و این معرفت و این رحمت و امیرالمومنین میفرماید اسب تیز رو چه کسی میخواد؟ کسی اسب تیز رو میخواد که یا میخواد فرار کنه یا میخواد فراری رو دنبال کنه. من علی ابن ابی طالب نه فرار میکنم نه فراری رو دنبال میکنم. چه نیازی به اسب تیز رو دارم؟ نگاه کنید رحمت و معرفت، شجاعت و فصاحت چقدر تو این جمله خوابیده. انا لا افر ممن کر ولا اکر علی من فر. شهادت میدهم مولا امیرالمؤمنین هستی، صراط مستقیم حقی و یعصوب دین هستی. جانم امیرالمؤمنین. شهادت میدهم دست خدا در آستین هستی. جانم. شهادت میدهم تنها امیرالمؤمنین هستی. جانم امیرالمؤمنین. عجیبه. بعد امیرالمؤمنین یه جمله بهش فرمودن، گفتن والله ما ملأ صدر عمک شیء. قسم به خدا تا به امروز هیچ چیزی در این عالم قلب من علی ابن ابی طالب رو نترسانده. این سینه رو هیچ چیزی تو این عالم نترسانده. خیلی خوب، دست شما درد نکنه. حالا این سلحشوری ها و رشادت ها و دلاوری هاشون تو عرصه های جنگ و جنگ تن به تن و اینا داشتن به ماجرای لیلة المبیت هم فکر میکردم. بالاخره اونم آدم ممکنه بترسه، خود بره جایی بخواه میخوام بیا بکشنت، ولی اون فداکاری ایشان و اینا همونجور که فرمودید اصلا ذکر فضایل مولا میشه آدم مست میشه، مدهوش میشه، واقعا قابل وصف نیست. و بعدا به حال اونهایی که طعم خوش این عشق بازی رو نمیچشن، نمیتونن میچشن، نمیدونم. خب یه فاصله بگیریم. در خدمت شما هست. شمس جمال حضرت ولی الله، صفت الله، امین الله، حجت الله، ید الله، اذن الله، عین الله، مولا الموحدین، یعصوب الدین، امیر المؤمنین، فاروق اعظم، صدیق اکبر، همسر بتول، ابو تراب، حیدر کرار، اسدالله الغالب، علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین، امام علی صلوات الله علیه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ذوالفقار آنگونه با سرعت به هر کس خورده است، مدتی مبهوت مانده تا بفهمد مرده است. ای جانم به این بیتی که آقا خوندن و ما هم سعی کردیم سریع حفظ کنیم، ازش استفاده بکنیم و صفای کردیم. دم شما گرم. ماشاءالله به این حافظتون. مخلص شما هستید. سلامت باشید. عرضم موضوع شما که ما یه 7-10 دقیقه فرصت داریم تا پایان. عجب. من این نکته رو پس اضافه کنم به بحث. می‌خواستم اینو عرض کنم که امیرالمومنین علیه السلام با اون شجاعتی که هیچ چیزی تو این عالم دل حضرت رو نمی‌لرزوند، اما خود حضرت از یه چیزی خوف داشت و اون از گناه بود. آره یاد اون خطبه پیامبر افتادم که میخوندم، بعد امیرالمومنین فرمودن اون موقعی که من از دنیا یعنی بهشون گفتن تو رو میکشن و اینها، فرمودن که من اون موقع ایمان دارم، یعنی با ایمان از دنیا میرم. آفرین. این ترسشون بود. آفرین. درسته، میترسیدن. فی سلامت من دینی. آره. این برای حضرت خیلی دلهره آور بود. برای خود پیامبر اکرم همون که تو قرآن کریم میفرماید قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. من از گناه میترسم، از گناه میترسم. حضرت با همین شجاعتی که عرض کردیم در جنگ‌های مختلف امیرالمؤمنین مظهر شجاعت و ضرب المثل شجاعت در تاریخ بشر. اما همین امیرالمؤمنین وقتی که ظاهرا در کوفه بودن، این تو کتاب محاسن به سند صحیح اومده،
میگن حضرت دیدن برخی از این آقایون و خانوم ها مسائل شرعی رو درست رعایت نمیکنن تو بازار. حالا خانوم ها پوشش کامل ندارن. حضرت خطبه خوندن و فرمودن لعن الله من لا یغار. خدا لعنت کنه اون مردی که بی غیرته. عجب. حضرت روی گناه خیلی حساس بودن. روی گناه و مخالفت با فرمان خدا خیلی حساس بودن. بدترین گناه میدونید آقای قوامی چه گناهیه؟ بدترین گناه گناهی است که یک کوچک شمرده بشه. حضرت فرمود اشد الذنوب ما استهان به صاحبه. بدترین گناه اونه که صاحبش بگه این گناه که مهم نیست، بقیه مردم بزرگتر از این گناه ها انجام میدن. بزرگتر از این گناه ها انجام میدن. مثلا به یه خانم محجبه‌ای که آرایش کرده شما میگید که با آرایش نباید بیاد تو خیابون. قرآن کریم میگه لا یبدین زینتهن. درسته؟ بله بله. حتی اگه چادر داری، صورت اگه آرایش داشت، این مخالفت با فرمان قرآنه که شما بیاید در معرض دید نامحرم. میگه حاج آقا ما رو رها کن بابا، الان زنا روسری از سرشون برمیدارن خیلی، حالا به آرایش من گیر دادی. به اون خانومی که روسری از سرش برداشته میگه این حرامه، این از نظر شرعی حرامه، از نظر قرآنی حرامه. میگه برید جلوی اختلاس ها رو بگیرید. این گناه که گناهی نیست. طرف طلا دست کرده، مرد طلا دست کرده، بهش میگه که این انگشتر طلا برای مرد حرامه. میگه دارن طلاها رو تو کشور میدزدن، شما حالا نگران یه انگشتر منی؟ این یعنی چی؟ یعنی سبک شمردن گناه. هر چی گناه در دید گناهکار کوچکتر باشه، همین گناه در دید خدای متعال بزرگتر میشه. اشد الذنوب ما استهان به صاحبه. دو، بدترین گناه چه گناهی؟ گناهی که علنی باشه. پیامبر اکرم فرمود گناه اگر در خفا انجام بشه فقط به گناهکار ضرر میزنه، اما همین گناه اگر تو معرض دید عامه قرار گرفت، در ملأ عام انجام شد، به همه افراد جامعه ضرر میزنه. یعنی طرف مثلا میاد خدایی نکرده تو روز قیامت میگن تو این فلان روز تو فلان ساعت شما 1000 تا گناه انجام دادی. میگه آقا کجا 1000 تا گناه؟ من فقط روسری برداشتم رفتم تو خیابون. میگن نه خیر، 1000 نفر به شما نگاه کردن، تو گناه اونا شریکی. این گناه علنیه، با گناه مخفی فرق میکنه. سوم، بدترین گناهی است که تکرار بشه. لا صغیرة مع الاصرار. گناه صغیرم اگه تکرارش کردی میشه کبیره. گناه صغیرم اگه تکرار شد کبیره میشه. پس بدترین گناه چه گناهیه؟ یک، گناهی که کوچک شمرده بشه. دو، علنی انجام بشه. و سه، تکرار بشه، عادت بشه. میدونین خیلی وقتا خیلی از گناه ها همه رو با هم داره. آره، اون از همش بدتره. آره میدونین، یعنی من هم این گناه دیگه اصلا برام گناه نیست، اصلا حتی کوچیک هم که هیچ. دو، علنا دارم انجام میدم. سه، و مرتب انجام میدم. مثلا میگم توی اختلاط بین محرم و نامحرم، تو محیط اداره، تو فک و فامیل، برو بیاها، محرم نامحرم رعایت نشه، این مرد با یه خانم نامحرم شوخی کنه، بگه، بخنده. امیرالمومنین سلام نمی‌کرده به خانم‌های جوان. میترسیده واقعا. خب ازشون میپرسن، میگن من میترسم که بالاخره. میدونین امیرالمومنین وقت من راحت این قبح این گناه برای من شکسته شده و خیلی راحت تو فضای عمومی آنچه که بخوام حرف میزنم، آنچه که بخوام برخورد میکنم با نامحرم. همین اختلاطی که شما فرمودید، من الان میخوام این نکته بمونه توی برنامه و گوش کنن جوانهای ما اگه بهشون برسه. بفرمایید. 2 مرتبه تو قرآن کریم آیه ما داریم که دختر و پسر نامحرم نباید با هم رابطه دوستی داشته باشن. یه مرتبه خطاب به زنانه، لا متخذات اخدان، مبادا از جنس مخالف رفیق و دوست برای خودت انتخاب کنی. یه مرتبه در ارتباط با پسرهاست، پسر مسلمان ولا متخذی اخدان، مبادا از جنس مخالف برای خودت رفیق انتخاب کنی. ما رفاقت بین نامحرم نداریم تو اسلام. یا ازدواج یا گناه. راست میگی. 2 راه بیشتر نداری، یا ازدواج یا گناه. 2 مرتبه قرآن دستور داده. اما شما امروز میبینید که تو برخی از این فضاهای اجتماعی خود ما چقدر راحت جوانها با هم رابطه دوستی، رابطه بگو بخند. خب اینا خلاف دستور قرآنه. اینا انتظارات امیرالمومنین شما دارین میفرمایین. امیرالمومنین از شیعیانش چنین انتظاری نداره که از شیعیانش چنین انتظاری نداره. و حضرت خدایی نکنه آدم به اینجا برسه که فرمود ان عدونا من عصی الله. آره. کسی که عادت کنه به گناه
و راحت مرتکب گناه بشه و دیگه گناه براش مهم نباشه. این بدونه در دایره رفقای ما نیست، خدایی نکرده در دایره دشمنان ماست. ان عدونا من عصی الله. حضرت فرمود و جناب آقای قوامی اگر گناه این سه تا ویژگی رو داشت، میدونید چه اتفاق بدی میفته؟ یه بار دیگه اون سه تا ویژگی رو بگیم. بله. گناهی که کوچک شمرده بشه، علنی انجام بشه، تکرار بشه، عادت بشه. گناهی اگه این سه تا ویژگی رو پیدا کرد، انسان رو بی تقوا میکنه. خب ما میخوایم بی تقوا بشیم، حالا بی تقوا بشیم چی میشه؟ قرآن کریم یه جمله ای داره این تکان میده انسان رو. قرآن میگه انما یتقبل الله من المتقین. من خدا فقط عمل آدمای با تقوا رو قبول میکنم. تو با تقوا هستی، نمیخوای گناه کنی، گناه از دست در میره، حواست نی. اینو من میبخشم، اینو من با یه توبه میبخشم، اینو من با یه گریه میبخشم. اما اگر نه، عادی گناه برات، راحت معصیت میکنی، راحت با خدا مخالفت میکنی، گناه رو کوچک میشمری، گناه میکنی ککت نمیگزه، این چی میشه؟ این از دایره تقوا تو رو خارج میکنه. دیگه متقی نیستی. اگه متقی نبودی، من خدا دیگه عمل تو قبول نمیکنم. بلکه این کار باعث میشه اعمال صالحه قبلی تو هم از بین بره. و حالا تقوا رو فرمودی که به بی تقوایی کشیده میشه. به نظرم سر تا سر نهج البلاغه اگه دو تا چیز ما داشته باشیم که همین خیلی روش به قول حالا ما تلویزیون رو فوکوس کرده باشه، خیلی پررنگ کرده باشه، عامل فردیش تقواست، عامل اجتماعیش عدالته. آفرین. یعنی تو کل نهج البلاغه شما بهتر از من میدونید کلیدواژه‌های اصلی نهج البلاغه است. تقوا به عنوان عامل فردی و عدالت به عنوان عامل جمعی، که حالا اون در واقع این که ما رعایت نکنیم این توصیهشون که فرمودن از گناه در واقع بخوایم نترسیم، به بی‌تقوایی کشیده میشه و حساب اون دیگه با کرام الکاتبین. پناه بر خدا. حالا همه اینا اصلا همش یه طرفه، همین که ما از چشم امیرالمومنین بیفتیم دیگه، مثلا روش امیرالمومنین برگردونه، این بزرگترین جهنمه برای کسی که امیرالمومنین دوست داره. حالا نمیگم خیلی هم شیعه باشه. پناه بر خدا. آقا دم شما گرم، خیلی اجرتون با حضرت مولا. ما انشالله فردا شب فکر می‌کنم آخرین شبی که خدمتتون باشیم و دوست داریم اگه توفیق داشته باشیم 3 مورد باقی موندرم دیگه فکر می‌کنم دیگه انشالله سعی می‌کنیم دیگه تیتروار تموم کنیم. آره برسیم از شما استفاده بکنیم. اوامری نداریم؟ التماس دعا داریم از شما. خیلی متشکریم از شما. خیلی ممنونم. عمری است که دم به دم علی میگویم، در حال نشاط و غم علی میگویم. یک عمر علی گفتم و ان شاء الله تا آخر عمر هم علی میگویم. یا علی.